بین دوستای من همیشه بحثه که خوشمزه ترین فسنجون گیلانی گمج کبابه یا اناربیج. اناربیج رو که تو غذای 20م چالش گیلان و غذاهاش بهتون یاد دادم. برای 29مین غذای این چالش قرار آموزش گمج کباب داشته باشیم تا این غذا رو هم درست کنید و بعد شما بگید اناربیج خوشمزه تره یا گمج کباب. پس بریم برای آموزش گمج کباب این غذای لذیذ گیلانی. برو بریم. اولین مرحله اینه که گوشت رو در ابعاد چنجه‌ای خورد کنین. بعد باید پیاز رو ریز رنده کنین و به گوشت‌های تیکه‌ایتون اضافهش کنین. حالا به گوشت نمک و فلفل سیاه و زردچوبه اضافه میکنیم و کمی هم روغن بهش میزنیم که من از روغن زیتون بدون بوی فروشگاه خودمون پیل دکان استفاده میکنم. حالا باید مواد رو با هم مخلوط کنیم و بذاریم 1 ساعت استراحت کنن تا طعم‌ها قشنگ به خورد گوشت بره. تا گوشتمون داره مزه دار میشه ما باید گردوها و یه حبه سیر رو توی نمکیار رو با سنگ مشته بسابیم. میزان سابیدن گردو باید اونقدری باشه که گردومون این شکلی بشه. ببینید خمیری قشنگ روغنش در اومده. ما اینو میخوایم. بعد از اینکه گردو و سیر رو سابیدیم باید سبزیامون رو هم ریز خورد کنیم. برای گمج کباب بعضیا فقط از چوچاق که سبزی محلی گیلانه استفاده میکنن، بعضیا از چوچاق و جعفری. اگه چوچاق ندارید یک کم نعنا به جعفری اضافه کنین و ریز ریز خوردشون کنین. گوشت و پیازمون که حسابی مزه‌دار شدن وقتشه که بریزیمش توی گمج و گردوهایی که آسیاب کردیم، سبزی‌هایی که ریز خورد کردیم، 1 قاشق رب انار ترش و 1 لیوان آب و 1 استکان آب انار میریزیم توش و میذاریم 2 ساعت با حرارت کم ریز قل بخوره و گمج کبابمون جا بیفته. چه تهدیدی شد. بعد از 2 ساعت این میشه گمج کباب ما. به به به. این غذا رو باید امتحان کنید، حرف نداره. واقعا سخته بگین اناربیج خوشمزه تره یا این گمج کباب. به نظر من که اناربیج و گمج کباب خوشمزه ترین غذاهای دنیان. حالا خودتون درستش کنید و بعد نظرتون رو بگید که کدومشون خوشمزه ترن. خیلی لذیذه واقعا. جاتون خالی. چه گوشتی هم داره. حرف نداره.